اوه ما کنم چی؟ اون تراکتورچه زمین هم خالص تغییر میکنه تراکتورچه میدچه اوه بابا اون میخوره تماما اونجا مردم تکنیکا روز به روز مردم لادر میکنه یه کار نمیکنه دیگه شما این بود کردن نمیتونید خب مثلا خودم میگرفت خودم میگرفت 20 سانتیمتر یک بیل چند سانتی ها بیلست دانست بیس زیاده زیاده همین وجه تو 20 تا بیل همه قه 20 نه یک تا 15 تا نیست نه آخی چه همین دلیلش چه نه در اون تیغ چنده یعنی دیدی 20 زیاده کسانی که مورد ایستو باشید درگیر اطراف باشید ساعت رو 10 جنازه است خدا رحمت کنه اکوی صبرالدین امام‌الدین فهم در مردم تمام است تمام گوشه کنار اومدگی هستن چقدر درام دیگه چیز نمیبرونه جنازه دوستو در میدانچه ورزشی مکتب 35 می شود پسی بینای سر
نه انا شاید جنوبی راست اگر با شکل داخلی بدون زور میگم چی نمیگوشید میگم که میره میگم نگی دانی سنتری شد بده اینجا اوبوس هم میفهمه همین رقیبو میبره ها جون خالگی یکم اون میره میشه اموج میبره راستی بده اگر هم نمیشه در بوله موشین تو میمونه میفهمم همین تا هم میفهمم اینجا این پروسه که فضا میبرد هم مرسه نه که این توی طرفه مونه و رو میبره یا رو میبره من به خاطر تمیز نبیاد ماشاءالله توپک خوش اینا بود خیلی بچی دادم دامونا امشب قبلی داشتم
همین یکم سفراش کنه بعد فراش بشم برامتون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعت این دهی آخران ماه شریف رمضان دهی آزادی از آتش دوزخ شما سپری کردید هم دهی رحمت و هم مغفرت و آمدید به همین دهی آخران که در این دهه به روایت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم که در شبهای تاک گذرانده می شود شب قدر است. برای همین برادر عزیز وقتی که در این ساعت روز سخن کردن بنده خیلی دشوار است برای اینکه ما امروز یک انسانی را از دست دادیم، یک انسانی که برای خلق خدمت میکردن، یک انسانی که بسیار خلق و خوش و رفتاری نیک داشتن، یک انسانی بودن که بسیار خمین بودن و پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارکشون میگویند که خیر الناس بسم الله الرحمن الرحیم خیر الناس انفعهم للناس، یعنی بهترین مردم همون کسی است که منفعتش میرسد به مردم. واقعا این صبح‌الدین موردین مدتی چندین سال در ساحه که برای خلق خدمت کردن و فرزنداشون هم در همین ساحه خدمت کردند. باور کنید بسیار انسانی بودن که به بیماران معامله خوش سخن نیک رفتار نیک داشتند. این همه آداب رفتار خوش خلق نیک این صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خدای تعالی آفرید و پیامبر علیه السلام گفتند که بسم الله الرحمن الرحیم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی جز این نیست که من فرستاده شدم تا اینکه به اتمام رسانم اخلاق بزرگ را، یعنی اخلاق نیکو را. پیامبر علیه السلام بسیار نرم بودن، سخنهای خوب میگفتند و مردم به راه حقیقت، راه آزادی دائم مردم دعوت میکردند و تاریخ گواه آن است که انسانهایی که پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند در دنیا هم سعادتمند بودند و نامشان تا به آخر به نیکی یاد کرده میشود. درباره سخن سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم گوییم که خیلی خوش اخلاق بودند، معامله نیک داشتند، بین آن کس فرق نبود و همه یک معامله نیک میکردند. روایت میکنند که یک روز حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در همسایگیشان یک یهود بود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پدر حضرت عایشه مادر ما آمدن نزد حضرت عایشه گفتن که یا عایشه همین سنتایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اجرا میکنند آیا من همینها رو اجرا میکنم یا یگان کم بوده یگان که من تحصیلی هستم؟ و حضرت عایشه رضی الله عنها گفتن که ای پدر بزرگوار گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم یک عادت داشتند، در همین همسایه ما یک جهود بود در همسایه پیامبر و پیامبر علیه السلام دایم برای همون جهود که باید نابینا بود همون جهود میرفتند و یعنی آب و طعام میدادند، غذا میدادند و باید بسیار مهربانی میکردند. همین کار در شما نیست. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند که جانم فدای نام رسول خدا، این کاری که پیامبر علیه السلام کردند برای چی من نکنم؟ خواستن از همون مهلتی که پیامبر علیه السلام همین خیر غذا همین خیر طعام میبردند به همان شخص نابینا
حضرت ابوبکر صدیق بروقتر فرستنده اکو بین تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت پیشتر همه غذا را آماده کردن، یعنی نزد همه غذا را آماده کردن و گرفتن آوردن به همان خانه جهود. در آمدن سلام دادن به وی، اگر سلام دادن اما وی جهودی ایمان نداشت، در نظرشون خیلی بد میتوب. از روی ناراضی آمدن نزد همون جهود نشستن و از همون طعامها باید خوراندن. در همون اثنای خوراک همون جهود گفتی همون آدمی که هر شب نزد من می آمد وی دیگر بود، این آقای تو دیگر گفتن که وی چی خیلی؟ وی گفتن او آدمی که هر شب می آمد من طعام می داد وی بسیار یک بوی خوش بود. چی خیلی که از در می در آمد از همون بوی خوش هوای دماغ من معطر می کرد. من خیلی خوشنود می شدم و من همین قدر مهربانی می کردی راست دیگر که من در حیرت می موندم. بعد گفتی تونم انسان خوب می تابی، لیکن من به تو یک نصیحت می کنم. نصیحت من به تو همین که محمد گفته که یک آدم برآمد در همین مکه، همان آدم مردم به دین یکتاپرستی دعوت کرده شده. با من تو را نصیحت میکنم همه چیزا را هیچ وقت فراموش نکنی که زنهار با گت هوای باور نکنی و همون وی پیروی نکنی. وی تو را از دین داده گذاشتگانت میبرارد، تو به وی پیروی نکن. همین نصیحت من فراموش نکن. حضرت ابوبکر صدیق گفتن که ای برادر عزیز، گفتن انا همون انسانی که میده آمد از در بوی همون خوش از دماغ تو رو معطر میکرد، انا همون سخنهای نی که به تو میگفت و میکرد، همین به خاطر رضای خدا بود و انا همون انسان، انا همون محمد علیه السلام که رسول خدا است. این جهود یک دوره در حیرت مانده گفته این قدر رفتار نیک خلق خوش گفتار نیک است، وی با من که بدبینی وی باور ندارم، وی من اینقدر تربیت کرده یک بار من نگفت اشهد ان لا اله الا هو و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گواهی میدیم که نیست خدای بجز الله و محمد بنده و فرستاده خداست. یعنی در همه حالت همه جهودی که ایمان باور نداشت ایمان آورد. پیامبر علیه السلام خیلی معجزه‌های زیاد داشتند. بهترین معجزه‌شان همین خلق خوش و رفتار نیک بود. برای همین هم این صفت خوب باید که هر یک بنده مسلمان باید داشته باشد. چونکه پیروی کردن از سنت‌های پیامبر علیه السلام اینها یک عمل‌های هستند که انسانی که به این چیزها پیروی می‌کند البته وی هم دنیا و هم آخرتش آباد می‌شود. برای همین برادرای عزیز خدای تعالی در قرآن میگوید استجیبوا لله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که استجیبوا لله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. ای پیامبر تو به امتها گو که اگر شما خدا را دوست می‌داشته باشید پس پیروی از من کنید. یعنی هر کسی که اگر خدا را دوست دارد باید پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. برای این برادران عزیز ما باید شکر کنیم که چنین پیشوا داریم، چنین پیامبری که شفاعت کننده هستند برای هر یک اهل ایمان در روز قیامت. پیامبر صلی
وسیع می شود. این که نیست که دور وسیع می شود 70 متر وسیع شده، لیکن چخیلی که شما باید 2 متر جا 2 بیان چخیلی که شما میبینید در جایی خود دیسته که در مچه کنه در دل باغ‌ها استراحت کاره گشت شده، این همین خیل همون خبرم برای همون انسان مومن همین خیل جا می شود و از جانب قبله بسور و یک در کشاده می شود که و همان میل اهل ایمان تا برای قیامت به همان منزل که خدای تعالی برای اون مقرر کرده است و نشان داد کرده است به تماشای هوای نمی‌داند که در دنیا چند هزار سال گذشته است. برای همون وقتی که یکی از ایمان از دنیا ببرد و ما سراسیمه میبریم و دور میکنیم برای که باید در دنیا عذاب و مشقت رنج بسیار کشیده و باید که باید به جای راحتش برده رسانیده شود. اما اهل کفر برای آن دیر میبرند که باید در دنیا گناه و گرفتاری ها بسیار است گرفتار شده است. اون طرف که جای وزمی است که پیامبر علیه السلام میگوید هر چکری از چکری های دوزخ است برای اهل کفار برای همون غیر آهسته میبرند که به همون جا دیرتر رسد. ما شکر کنیم که چنین پیغمبر داریم. ما پروردگار ما رو لایق دیده است که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوییم و برای همین ما باید غنیمت شماریم 5 چیز را پیش از 5 چیز. یکم پیغمبر علیه السلام میگوید که حیات که قبل موتک یعنی حیات از مرگ. این همین در ایامی که در حیات هستیم عملهای شایسته بسیارتر کنیم یک بیمه بیچاره را دست بگیریم کارهای خیر و ثواب بسیار را اثبات کنیم همین خیر کارهای نیک کنیم چونکه انسان وقتی که در حیات است همین کارها را آماده کردن میتواند و صحت قبل از دویم چیز تندرستی را پیش از بیماری در حالتی که ما تندرست هستیم عبادت درست به جا آوردن میتوانیم برای همین حرکت کنیم عبادت خدا را بسیارتر کنیم و سیوم جوانی را پیش از پیری انسان در جوانی قوت عبادت دارد باید که در همین جوانی حرکت کنید که بسیارتر به طاعت عبادت و کارهای نیک مشغول باشد. چهارم غنا قبل فقر که یعنی غنیمت شماره رعایتان را پیش از خشاکتان در حالتی که دارا هستید شما خیر ثواب انصاف کنید به برادرای مؤمنتان کمک کنید. این هم یک راهی ثواب و بد است. و پنجمش و پیری را جوانی را پیش از پیری گفتیم. ما باید همین دوره جوانی ما را باید که چکار کنیم غنیمت شماریم. برای همین برادر عزیز انسان فرزند است ما حرکت کنیم همین فرزندها را قرآن آموزونیم آنها را به راه راست و درست تربیت کنیم آنها را درباره وطن دوستی محافظت وطن وطن دوست داشتن و آنها را تربیت کنیم و شکرانه کنیم که پروردگار عالم ما را در یک زمان قرار داده است که این روز صلح و ثبات در این کشور عزیزمان است. ما به قدر همین صلح و ثبات به قدر همین استقلال رسیم به قدر همدیگر رسیم کارهای نیک انجام کنیم دیار آباد کنیم وطنان ما را محافظت کنیم و کاری کنیم که خداوند از ما و شما راضی باشد. برادرای عزیز اکنون چقدر که درباره این برادر ما سخن کنیم بازم کم است چونکه در حقیقت انسان خوب بودن و همین نتیجه همین خوبی همین کسب که امروز الحمدلله اینقدر جنازه خان در اینجا حضور دارند و خاطر همین چیز وقت رسید برادر عزیز دعا میکنم که پروردگار این برادر عزیز ما را جاشون را جنت کند قبرشان را پرنور کند میرفتگی جاشون را باغ از باغهای بهشت کند اهل خانواده و خویش تبار شما پروردگار صبر جمیل عطا فرماید آمین یا رب العالمین برحمت الله محمد اگر از اون کس که فعالی داشته باشم به حجت زرده بیان به جمعی لیده تو پروردگار شما و ساخته مرحمت سرشان بیشته دارم. خوب آماده نماز باشد نکنید. جمله مرحمت کردن جنازه خونده
او آماده نماز باشه بیاد. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خیلی از انبوه آدم جمع شد گوید این جنازه إنا لله وإنا إليه راجعون. لیکن ما از آن خدا هستیم و بازگشتیم و باز به سوی پروردگار ماست. من به خانواده این شخصیت بزرگ تسلیت میگم که خداوند و همشون صبر جمیل عطا کنند، خداوند رحمت و مغفرتشون کنند، جای رفتشون باغی از باغ‌های بهشت قبلشون پر نور کنند، دهی عتق من النیران. یک شخصیت بزرگ مقدراتشون بود شده است، حالا که به خانه آخرت برده ایستاده و رحم خانواده‌شون صبر جمیل عطا کنند خداوند.
odam dاره خروبا در موشی فریاد ما همینو او سه چهار تا خداوند رحمت و مغفرت کنه انشالله اگرش میده یک ست آوردن در کام حضور سال را تمام شد؟ ما خدمت بخیر میگه که اینی با تلفن هم میکنه ده تمام یک خوب میگیره دوباره هوا صفحه انت در واتساپ ما رقم تو سخرانی نیست odam میشه شینوندن گره شما ما همین در دل ماشتم odam دارم همین فلورم با odam میگیرم اینو اول چند بودم؟ حالی 60 50 یک کم 60 بدارم دیگه 60 سالگی به نرسیدم خداوند عمر پر برکتشون داد همین پیش میشینه دکو نه پر نیست او آدمار من خالی میکنم اندام بودم نه کجایم؟ چند کسان؟ تمام 3 کس میگیریم شما خالی یک تنگه نبیاد میگیریم برا از ادمان بوستا میرم در پیش اینه تو من خودم بشد من 4 تا بیرون جیم شینه میرم بر زمین والله همینجا اومدی کورت کردی odamı sarı baraş ne ister? Ben bir çizim ne? بیمار بدم
فقط دعا کنید دوستان در حقشون و میگوید خداوند رحمتشون کنه. مثلا یک شخصیتی دیار بودن این قدر بودم است و حاضرم کنی ماشینا کنده نیست. فکرم عموما همین نوحه مسجد همش در اینجا جمع شده است. الله رحمت و مغفرت کنه طورا منظور نشد. دوستو همتون خدا نگهدار باشه. گذشتگان ما همش رحمت و مغفرت کنه دوستو. خدا نگهدار شما.